سلام بچه، چطورین بچه؟ اگه یادتون باشه تو پارت قبلی یه خونه درختی بهتون نشون دادم که قرار دفع بشمش. حالا اینم یه خونه درختی نیست ولی خب درخت داره و بسیار بسیار زیبا و عجیب ترین خونه تاریخ ماینکرافته که میتونید از من بخرید. مپ هم بچه به اشتراک میذارم که بریم تو قرعه کشی ببینیم اسم کدومتون در میاد که داخل این مپ بیاین. فقط کافیه تو کامنت ها اسمتون رو بنویسید اگه دوست دارید وارد این مپ بشید تا قرعه کشی کنیم. الان شاید بگید چرا قدر صدا جوجه میاد. گوش بدیم. دو تا جوجه پنبه‌ای خریدم، میخوام بزرگ کنم. خیلی گوگلیه، یکیش صورتیه یکیش محلیه، خیلی خوشگل است. از اون محله بچه خط چشم داره، خیلی خوشگله. اینم خونه درختیه، تو پارت قبلی میتونید ببینیدش، قشنگه و خودتون میتونید به شناساییش کنید و کلی کارهای دیگه و اینجور چیزا. بعد اینو میتونید به همون شرایط خونه درختی که تو پارت قبلی بهتون گفتم چطوری باید بخریدش، اصلا لازم نیست پول واقعی بدید. این فقط در سرگرمی بازی خوشگذرونیه. فقط میتونید شرایطش رو از ویدیو قبلی بدونید که اینو چطوری باید بخرید. خیلی به شدت باحال و جالبه، کلی هر چیز جدید میاد که دیگه شما میتونید بخرید. داخل این مپ اشتراک بذارید، فقط کافیه برای اومدن داخل قرعه کشی اسمتون رو بنویسید اگه دوست دارید داخل این مپ بیاید. خدافظ.